سلام. بالاخره 90 روز که نه 80 خورده ای روز چالش لاغری و ورزش که از 160 اومدیم 134 که یه هفته استراحت و تقریبا 2 کیلو خورده اضافه کردیم، ولی بریم برنامه جدید 3 ماه آینده رو بریزیم. تو 3 ماه گذشته انگیزه خوبی داشتم ولی اصلا نظم خوبی نداشتم. تو این 3 ماه آینده سعی کردم نظم رو به برنامه‌ام اضافه کنم. این ورزش ها که اجباری هن دیگه، 8 کیلومتر پیاده‌روی، 2 کیلومتر دویدن، 100 تا شنا، 100 تا شکم. البته اینا پشت سر هم نمیشن ولی میشه اینا رو انجام داد که در طول روز به اینا برسیم. و وعده‌های غذایی: صبحانه 2 عدد تخم مرغ با سیب زمینی و خوردن قرص‌های ویتامین. تو برنامه قبلی اصلا نهار و شام وجود نداشت، ولی الان نهار اومده یه تخم مرغ با سیب زمینی، البته متغیره، با کباب یا میوه جاش عوض میشه. شام که کنسل بازم، ولی خوردن چای سبز شب هست. اینم از برنامه